لعنتی پشه ها سوراخ هم کردن. همشون هم تازه نفسن ناکسا، ولمونم نمیکنن آقا صفدر. لامصب پشهاش مثل این تزریقاتچی سر کوچه میمونن، بلد نیستن رگتو پیدا کنن 500 جای آدمو سوراخ میکنن. خب بیشور یه جا رو بزن برو دیگه. آخ دیگه. تازه واسه تو از من بهتر آقا صفدر. نه بابا جان تو پاشه رفته درست انگشت واسطی پامون نیستاده. با جان تو ما اصلا یادم رفته بود که من همچین انگشتی هم دارم. از پشم جون سالم به در ببری این خروپف خسرو بیچارمون میکنه. خسرو ساختمون داره جابجا میشه، بلند شو بذار ما کپه مرگمونو بذاریم. برای چی بلند شم آخر؟ مگه صبح شده؟ نذاشی خوابمو تعیین تکلیف بکنم آخر. از خورپوفت معلومه چی خوابی میدیدی. ولی دقت کردی خوابایی که میبینی همیشه از وسط شروع میشن. یهو خواب میبینی 10 نفر گذاشتن دنبالت. خب لامصبا بگین آخر قضیه چیه؟ منم اگه یه دونه تخم مرغ با 3 تا نون میخوردم تو خواب 20 نفر دنبالم میذاشتن. خب شب سبکتر بخور پسر، اینجوری به ما هم کمتر ضرر میزنی. خودت که میبینی رئیسی قیمت اجناس رو به فلک رسونده. آقا جان نان خوردم، خاویار که نخوردم. پسر جان جهت اطلاعات الان تو دوره حکومت آخوندایی هستیم که جیباشون ته نداره. فقط یه قلم نون سنگک دونه 10,000 تومان شده. چند وقت پیش با این بود 4 نفر کله پاچه میزدن. اینقدر نگو فقط نون خوردم. به قول سعدی باید حال احوال آن مرد زار که دخلش ریال است خرجش دلار. به 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 به. چی رو به به زب کرد شعر رو. شعر چیه آقا جان؟ منظورم اینه که با این قیمت دلار دیگر نمیشه مهاجرتم کرد. وضعیت بالکل کمدی درامی شده آقا صفدر. قبلا پول رفتن نداشتیم، الان پول موندن هم نداریم. بگیفتی تیجانه قربان. بچه ها بذارید شما رو این دم آخری یه نصیحتی بکنم که عاقبت به خیر شین. آها 3 چیز تو زندگی هست که اگه رعایت کنین آدم موفقی میشین. خوب حالا برید تحقیق کنید این 3 تا چیز چیه. خوب اینجوری هم نگام نکنید. من اگه خودم بلد بودم که الان اینجا نبودم بابا. آقا جان شما ما هم گرفتی ها. من چقدر ساده هم جان تو، فکر کردم میخوای راه پول در آوردن به ما بگی. اسی جان اینجا ایرانه، این مملکت آخوند داره، میفهمی؟ آخوند. میدانی آقا جان من واقعا به انسانای اولیه حسودی میشه، چون تنها خطری که تعدیلشان میکرد خرس و پلنگ بوده نه آخوند. یا الله آقا صفدر ساعت 1 شبه صداتون نمیذاره بچه ها بخوابن. ببخشید جواد آقا نمیدونستیم شما هم پشت بوم خوابین. تازه اگه ما حرف نزنیم خروپف خسرو کل امواج یوتلست رو پوشش میده. با اون مشکلی ندارین؟ چاره دیگه ای نیست هست؟ راستی جواد آقا بابات چی شد؟ تونستی از بازداشتگاه آزادش کنی یا نه؟ آره امروز بردیمش بیرون، الان طبقه پایین تو اتاق خوابیده. حالا قضیه دستگیریش چی بود؟ والا دیروز از پاسگاه زنگ زدن که بابامو همراه یک زن و شوهر رهگذر در حال کتک زدن یه آخونده گرفتن. منم رفتم ببینم چی شده. وقتی رسیدم مأمور کلانتری از اون مرده پرسید چرا آخوندو کتک زدی؟ طرف گفت خب به حجاب همسرم گیر داد، منم شاکی شدم با همسرم دوتایی زدیمش. بعدش به بابام رسید پرسید تو چرا زدی؟ بابام گفت فکر کردم انقلاب شده. دم بابات گرم تا تنور داغ بوده چسبانده. میگم حالا چطوری تونستی آزادش کنی؟ هیچی، رفتم آخونده رو یه جا خلوت گیر آوردم، بهش گفتم تو که میدونی کله پا شدن نظام نزدیکه، منم آدرس تو رو دارم، اگر رضایت دادی، اگر نه اون وقت منم و توی و یه زمندار اینقدی. آخوندی هم وقت تلف نکرد پرید رفته رضایت داد، هر 3 آزاد شدن. جواد آقا ایول داری. چی خورپوفی میکنه، انگار واسه قصه تعریف کردن. 100 رحمت به خرس گریزلی. گریزلی کی آقا صفدر؟ همون که بغل دستت خوابیده.